المسئله السادسه مسابقه الامام. مسئله ششم. بدون برادران و خواهران گرامی که جایز نیست که مأموم از امام در چیزی از عملهای در داخل نماز پیش بگذارد. اگر مأموم پیش از امام تکبیر بگوید، پیش از تکبیرات احرام اگر که مأموم تکبیر بگوید، نمازش درست نمی شود، نمازش باطل است. زیرا شرط این است که مأموم پس از امام عمل کند. اگر پیش گذشت در تکبیر تحریما، نماز وی صحیح نمیگردد، باید از سر تکبیر بگوید. اول امام تکبیر میگوید الله اکبر، سپس مأموم. برای همین مأموم باید اعمال نماز را، عملهای داخل نماز را بعد از امام انجام بدهد. با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که انما جعل الامام لیؤتم به. امام برای آن گذاشته شده است که از او پیروی کرده شود. اذا کبر فکبروا، اگر که تکبیر گفت الله اکبر گفت، شما سپس الله اکبر بگویید. و اذا رکع فرکعوا، اگر که رکوع کرد سپس شما رکوع نمایید. و اذا قال، هنگامی گفت سمع الله لمن حمیده، هنگامی که سمع الله لمن حمیده گفت، پس شما بگویید قولوا ربنا ولک الحمد، شما ربنا لک الحمد بگویید. فاذا سجد فاسجدوا، اگر سجده کرد پس شما سجده نمایید. از امام پیروی کردن که این حدیث متفق علیه که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده هستند. بخاری تحت رقم 389 و مسلم تحت رقم 411. اما اگر مأموم عملها را همزمان با امام انجام بدهد یا در سلام دادن اجرا کند، این کار مکروه و مخالف سنت شمرده می شود، ولی نمازش باطل نمی شود، عمل مکروه دانسته می شود با امام یک جا. اما پیش گذاشتن امام این حرام است. اگر مأموم پیش از امام عمل کند، این عمل حرام شمرده می شود با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام. پیامبر که روایت مسلم است که فرمودند در حدیث رقم 416 که از من پیش رکوع نکنید و پیش سجده نکنید و پیش راست نگیرید، خود را راست نایستید. و نهی کردن، منع کردن پیامبر این دلالت بر حرام بودن می نماید. چیزی را که پیامبر منع کردن این دلالت بر حرام بودن آن می نماید. و همچنین با دلیل حدیث ابی هریره رضی الله عنه که فرمودند اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس الحمار، آیا کسی که پیش از امام سرش را بلند می کند نمی ترسد که الله سر او را به مانند سر خر تبدیل بدهد؟ روایت بخاری تحت رقم 691 و مسلم تحت رقم 427. بارک الله فیکم.